الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث بالسيف رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 11 از آموزش توحید می باشد و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه یکی از بزرگترین موضوع به شما بیان کرده خواهد شد. موضوع امروزه این دعوت نمودن به سوی شهادت لا اله الا الله است. برادرانم و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، بعد از اینکه انسان راه را انتخاب نمود، بزرگی، اهمیت و شأن و درجه توحید را بفهمید و این چنین از شرک با خبر شد و بزرگی شرک و بدی شرک را درک نمود و فهمید، باید اولین چیزی که مردم را به سوی آن دعوت بکند این به سوی توحید باشد، به سوی شهادت لا اله الا الله باشد. بارک الله فیکم. پس دعوت به سوی شهادت لا اله الا الله، دعوت به سوی شهادت چی معنی دارد؟ شهادت می دهم که یا شهادت دادن، شهادت اقرار نمودن، تصدیق کردن، قبول کردن، با تلفظ نمودن و با فهمیدن و با علم داشتن. یعنی لا اله الا الله را فهمیدن و دانستن از نظر معنایش، از نظر رکنهایش، از نظر شرطهایش. شهادت معناش همین است، دانستن و فهمیدن. شهادت لا اله الا الله، دانستن و فهمیدن لا اله الا الله، دانستن معنایش، فهمیدن و عمل نمودن به این معنا و اقرار کردن این معنا، تصدیق کردن این معنا. همین شهادت است. شهادت فقط گفتن لا اله الا الله با زبان نیست. شهادت لا اله الا الله، تلفظ کردن لا اله الا الله اولا با زبان است، اقرار کردن است، عمل نمودن است، تصدیق کردن با قلب است. هم به زبان گفتن لا اله الا الله، با دل تصدیق و اقرار نمودن و با جسم عمل نمودن. لفظ است و اعتقاد است و عمل است، با زبان است و با قلب است و با جسم است. با زبان است و با قلب است و با جسم است. لفظ است و اعتقاد است و عمل است. شهادت دادن، اقرار و تصدیق نمودن، دانستن معنای لا اله الا الله و این همه تلفظ و تصدیق و اقرار و عمل با دانستن معنایش است. همین شهادت است. وقتی که انسان خودش از توحید با خبر شد، خودش از معنای لا اله الا الله با خبر شد، خودش از جمله صادقین و شهادت دهندگان گشت، پس باید مردم را به سوی همین کلمه دعوت بکند. در این مسئله باید بدانید که بارک الله فیکم، حتی محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدی که نوشته اند 5مین باب را
دعوت به سوی شهادت ان لا اله الا الله گذاشتن. باب الدعاء الى شهادت لا اله الا الله، باب دعوت نمودن به سوی شهادت لا اله الا الله. معنای شهادت را فهمیدید که این تصدیق و اقرار و شناخت، فهم، قبول، دانستن لا اله الا الله است. انا همین چیز فهمیدن، شناختن، دانستن، قبول کردن، اقرار نمودن، تصدیق نمودن، همه این معنای شهادت است. لا اله الا الله معنیش نیست معبود بر حق بجز الله. لا اله بعد از این اسمش است، خبرش الحق و ضمیر مستتیر پنهان در زیرش آمده است. نیست الهی بر حق، یعنی الههای ناحق باطل زیاد است، اما الهی بر حق تنها کی است؟ الله است. نیست اله بر حق بجز الله. نیست اله بر حق در اینجا رکن اول نفی است، یعنی تمام اله ها را نفی کرده ایستاده و کفر بر طاغوت ورزیده ایستاده است. الا الله و یگانه الله سبحانه و تعالی را اثبات نمودید. نفی کردن اله، نفی کردن ارباب، نفی نمودن انداد، این همه نفی است. اثبات نمودن قصد، یعنی تمام عمل را تنها به الله، قصدتون تنها الله باشد. اثبات نمودن بزرگی الله، اثبات نمودن محبت شما تنها به الله و اثبات نمودن ترس شما و امید شما از الله سبحانه و تعالی. این اثبات است. نفی و اثبات و این چنین دانستن و قبول کردن و تصدیق کردن و اقرار و فهم شرطهای هفتگانه لا اله الا الله: العلم واليقين والصدق والمحبة والإخلاص والقبول والانقياد، که همه این ضد دارد. الاشیاء یعرف بضدها، چیزها به ضدش شناخته می شود. علم ضدش جهل است، یقین ضدش شک شبهه است، صدق ضدش کذب و دروغ است، محبت ضدش بد دیدن و یعنی بغض است، اخلاص ضدش شرک است، قبول ضدش رد و ترک کردن است و انقیاد ضدش ترک نمودن و اعراض و تولی و رویگردانیدن و ترک نمودن است. یعنی ما به سوی همین باید دعوت بکنیم. اولین چیزی که برای موحد واجب است، از واجبیت هاست، از مراتب دوم ایمان است. ما گفتیم ایمان 3 مرتبه دارد: اصل دین، واجبات دین، یعنی اصل ایمان، واجبات ایمان، مستحبات. این از جمله واجبات است، یعنی از بزرگترین عمل هاست. بعد از اصول دین دعوت نمودن به سوی لا اله الا الله، دعوت نمودن به سوی شهادت لا اله الا الله، دعوت نمودن به سوی توحید. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، وقتی که شما از توحید آگاه شدید، انتخاب راه نمودید، اهمیت و فضیلت و بزرگی توحید و این چنین بدی و بزرگی شرک را فهمیدید، باید به سوی شهادت لا اله الا الله، به سوی توحید مردم را دعوت بکنید. چرا که همین راه حق است. این امر الله و رسول است و این راه است، راه توحید راه است که تمامی رسولان و انبیا پیروانشان را، قومشان را به همین دعوت نمودند. بارک الله فیکم. پس دعوت نمودن به سوی الله این راهی پیامبران است، راهی صحابگان و تبع التابعین است، تابعین و تبع التابعین است. چرا خاص دعوت نمودن به توحید واجب است؟ چرا که امروزها سبحان الله میبینیم که دعوتگران زیادند، همه دعوا میکند که به سوی دین، به سوی الله دعوت میکند، اما وقتی که میبینیم دعوت اونها نه به سوی توحید است، نه به سوی الله و رسول است، نه به سوی قرآن و سنت است، دعوت اونها
به سوی خودشان هست. بسیار انسان ها دعوت میکنند به خاطر مشهور شدن، دعوتگر میشوند، درس میدهند و سخن میکنند و غیره و غیره، به خاطر شهرت پیدا کردن، به خاطر حزب، به خاطر جماعت، به خاطر مؤسسه، به خاطر طاغوت. این همه دعوتگران به سوی طاغوت هستند، به سوی مصلحه شخصی خودشان هستند، نه به سوی الله سبحانه و تعالی. اولین دعوتی که انسان باید بکند این به سوی حق و به سوی الله سبحانه و تعالی و به سوی توحید است. بزرگترین حق و بزرگترین راهی که من و شما را به سوی الله سبحانه و تعالی میبرد این دعوت به سوی توحید است، دعوت به سوی اسلام، دعوت به سوی توحید. بارک الله فیکم. و این چنین شیخ محمد ابن عبدالوهاب در این باب بسیارترین یا که بگیم همه قاعده ها و اصول دعوت را به من و شما تعلیم میدهند که در حالتی به سوی توحید دعوت کردن انسان چه عمل ها را انجام بدهد. اولین عملش اخلاص است، دومین عملش ترک شرک است، کفر بر طاغوت است، پیرو شدن به لا اله الا الله و به شروط لا اله الا الله است. بارک الله فیکم. چرا ما این باب را امروز اختیار کردیم؟ چرا که امروزها بسیار کسانی هستند که بار دیگر میگم خود را موحد میگویند، دعوتگر میگویند، طالب علم هستند یا غیر طالب علم، اما دعوتشان به راه خطا است. از همین جهت این موضوع را انتخاب نمودیم که هر انسان دعوتگر باید اولین دعوتش به مردم این باشد که مردم را بندگان الله بگرداند. دعوت به سوی بندگی به الله سبحانه و تعالی باشد. دعوت بکند که همه مردم بنده الله بشوند، همه اونها یکتاپرست بشوند. دعوتش باید به سوی یکتاپرستی الله سبحانه و تعالی، به سوی لا اله الا الله، به سوی شهادت لا اله الا الله، اقرار و تصدیق و فهم و شناخت و عمل لا اله الا الله است، و به سوی قائم کردن حکم الله سبحانه و تعالی، به سوی بجا آوردن شریعت. دعوت من و شما اولین دعوتمان به سوی باید توحید، اقامت کردن شریعت، به سوی کفر ورزیدن بر طاغوت باشد. و ما باید ترک نماییم دعوت‌های باطلی را، اون دعوت‌هایی که به سوی کفر است و شرک است و دعوت‌هایی که به سوی اهل بدعت است. هر کسی که خود را اهل توحید میگوید، خودش را از اهل توحید میداند، موحد میشمارد، باید به سوی توحید دعوت بکند، به سوی کفر به طاغوت دعوت بکند، به سوی زنده کردن شریعت دعوت بکند، به سوی حکم الله دعوت بکند و ترک نماید تمام دعوت ها به سوی غیر الله را. ترک نماید دعوت را، ترک نمودن دعوت به سوی دموکراتیه، ترک نمودن دعوت به سوی غرب، ترک نمودن دعوت به سوی پارلمان، مجلس ملی و مجلس عالی و که این همه از مجلس های شرکی هستند. ترک نماید دعوت را به سوی حزب‌هایی که همه مقصدش دموکراتی است، خواه حزبی این نهضت اسلامی که این اصلا علمانی هست که خودش را به اسلام نسبت میدهد اما علمانی است. علمانی یعنی دین را از دولت جدا دانستن و باز همون دموکراتی را به سر مردم بار کردن، یا خواه از گروه های دیگر باقی مانده نوپیدا شده تاجیک که امروز وجود دارد. انسان موحد به سوی این حزب‌ها کسی را دعوت نمی‌کند، چرا که این همه حزب‌های شرکی هست، حزب‌های کفری هست. هیچ کسی را
به تنظیم یا که نظام اقتصادی یا سیاسی باشد یا تعلیمی باشد، فرهنگی باشد، عسکری باشد، به این نظام ها به یگان نمودی نظام کفری و یگان نمودی نظام شرکی و علمانی هیچ کسی را انسان نباید دعوت بکند. یگان طرفی زندگی نباید آمیخته به شرک و کفر باشد. دعوت ما هم از یگان جهت نباید به سوی کفر و نباید به سوی شرک دعوت نماید. بارک الله فیکم. پس انسان باید دعوت بکند به سوی ترک همه این چیزها. یعنی این خود به خود همین است. وقتی که انسان دعوت به سوی توحید کرد، دعوت به سوی یکتاپرستی کرد، دعوت به سوی اقامت شریعت کرد، دعوت به سوی کفر بالطاغوت کرد، خود به خود در این حالت دعوت میکند به سوی ترک شرک، ترک دموکراتیا، ترک غربگرایی، ترک پارلمانگرایی، ترک شرکیات و کفریات، به سوی یعنی ترک تمامی این حزب‌های غیر اسلامی یا که حزب‌های اسلامی که به نامش خودش رو اسلام میگه. ما اصلا حزب یک جمعیت و گروهی رو اصلا قبول نداریم. این مخالف قرآن و سنت است. و دعوت نمودن به سوی ترک برنامه ها، منهج های عصرانی و معتزلی که امروز وجود دارد. دعوت نمودن به سوی ترک نمودنی قومگرایی و ملتگرایی و عصرگرایی و غیره و غیره. پس این موضوع ما از همین عبارت است. بارک الله فیکم. اولین دلیلی که در این موضوع ذکر میکنیم این از قرآن عظیم الشان است که الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف آیت 108 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة انا ومن اتبعنی سبحان الله وما انا من المشرکین. معنی این است که الله سبحانه و تعالی نبیمون محمد صلی الله علیه و سلم را امر میکند و میگوید بگو هذه سبیلی، این راهی من است، راهی که من انتخاب کردم. ای محمد به مشرکین، به کفار، به مردم، به همه بگو که انا من راهی اختیار نموده من انا من راه است. کدوم راه؟ راه توحید. ادعو الى الله، مردم را به سوی الله دعوت میکنم، به سوی الله، تنها به سوی الله دعوت میکنم. علی بصیرة، با علم، با بصیره، با برهان و دلیل. انا و من اتبعنی، من و همه اون کسانی که با همراهی من هستند همچنین هستند. و سبحان الله، و الله پاک است از شرک و از کفر و از تمام اهانت پاک است. و ما انا من المشرکین، و من از مشرکین، از جمله مشرکین نیستم، بلکه من مسلمان هستم. من براءت از مشرکین میکنم. بارک الله فیکم. این آیت در حقیقت دلالت میکند به سوی دعوت نمودن توحید. این آیت دلالت میکند که انسان وقتی که خودش را دعوتگر میگوید اولین چیزش دعوت به سوی الله باشه. شیخ محمد ابن عبدالوهاب از همین آیت 6 فایده را ذکر میکنند، 6 مسئله را ذکر میکنند. میگویند اولین مسئله از این آیت برآمده این است که ان الدعوة الى الله طریق من اتبع رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی ان الدعوة الى الله، دعوت به سوی الله این راهی کسانی که پیرو از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شدند. یعنی هر کسی که پیرو از رسول الله صلی الله علیه و سلم میشود دعوت به سوی الله میکند، نه به سوی چیزی دیگری، نه به سوی حزب، نه به سوی دنیا، نه به سوی شهرت، نه به سوی چیز دیگر. تنها دعوت به الله، تنها دعوت به سوی الله. دومین مسئله که شیخ
اسلام محمد بن عبدالوهاب میگویند این تنبیه بر اخلاص، تنبیه بر اخلاص. انسان باید آگاه باشد همیشه بر اخلاص خودش. چرا که میگن لأن كثيرا لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه. چرا که بسیاری انسان ها وقتی که به سوی حق مردم را دعوت میکنند، اونها به سوی خودشون مردم را دعوت میکنند، به سوی نفسشون مردم را دعوت میکنند. یعنی به واسطه حق مردم را به سوی خودشون دعوت میکنند. انسان نباید از جمله این چنین انسان باشد. انسان باید اخلاص در دعوت داشته باشد، مخلص به الله سبحانه و تعالی باشد، دعوتش تنها به سوی الله باشد، به واسطه حق مردم را به خودش دعوت نکند، به سوی خودش به حق پرستی یعنی به سوی شهرت نفس پرستی دعوت نکند. سومین مسئله که از این آیت گرفته می شود این است که میگن ان البصیرة من الفرائض، علم از فریضه های الله سبحانه و تعالی است. البته شرح میتیم این مسئله رو. یکی از دلالت های خوبی توحید این است که میگن الله سبحانه و تعالی را از بهتان، از سبحان الله تهمت، بهتان، اهانت پاک میکند. از دشنام و اهانت الله سبحانه و تعالی را پاک میکند. هر کسی که موحد است به الله سبحانه و تعالی اهانت نمیکند. و از بدی شرک این است که سبحان الله به الله سبحانه و تعالی تهمت میبندد و اهانت میکند. و ششمین مسئله این است که مسلمان باید از مشرکین دور باشد. از این آیت همه این چیزها گرفته می شود. همه این فایده ها از همین آیت گرفته می شود. پس ببینید که در اولین مسئله شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگند دعوت باید به سوی الله باشد، یا که بگیم دعوت به سوی الله این راه است، راهی کسانی است که پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنند. در حقیقت این یکی از قاعده های بزرگ به سوی دعوت یا که دعوت به سوی الله است. این قاعده که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یعنی این آیت به من و شما بیان نمودند و این چنین علما بیان نمودند و الله سبحانه و تعالی خودش ذکر نموده است که دعوت باید به سوی الله باشد. در حقیقت از اینجا فهمیده می شود که بغیر سوی الله سبحانه و تعالی دعوت نمودن این شرک است و کفر است. اما دعوت نمودن به سوی الله سبحانه و تعالی این راه تمام رسولان است، راه پیروان رسولان است، راه محمد صلی الله علیه وسلم بود، راه صحابگان رضی الله عنهم بود. پس به من و شما هم ضرور است، لازم است، واجب است که به سوی الله سبحانه و تعالی مردم را دعوت بکنیم. به هر یکی من و شما ضرور است که وقتی از زندگیمون وقتی را جدا بکنیم و مشغول به دعوت باشیم، مشغول به دعوت توحید باشیم. هر کسی که از توحید فهمید باید مردم را به سوی توحید دعوت بکند. از همون فهمیدهش کم کمی به قدر استطاعتش مردم را دعوت بکند. هر روز یک کمی وقت خود را به خاطر دعوت نمودن به سوی توحید صرف بکند و از جمله دعوتگران باشد، از جمله پیروان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحابت کرام باشد. پس اولین دعوتی که انسان به سوی اون دعوت میکنه چی است؟ توحید است. چخیلی که در این آیت آمده است و این شرح تمام علما است. چخیلی که ابن کثیر در زیر این آیت ذکر میکنند، چخیلی که در فتح ابن جریر الطبری ذکر نمودند که میگویند دعوت به سوی الله این دعوت به سوی توحید است. دعوت به سوی الله این راهی تمام رسولان است و این بخصوص راه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از سنتش است. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه دعوت میکردند و چگونه ما باید دعوت بکنیم؟ دعوت به سوی توحید چگونه است؟ اولین کاری که میکنیم باید عقیده مردم را صحیح بکنیم.
تصحیح عقیده مردم. امروز چقدر مسلمان ها هستند که خودشون را مسلمان موحد میدونند اما عقیده غلط دارند، توحیدشون غلط است. اولین وظیفه ما این است که به اونها عقیده صحیح را برسانیم. در این راه مناقشه و بحث ها و مناظره ها باشد بهترین عمل است و هیچ بدی ندارد. پس ای کسانی که از توحید با خبر شدید، عقیده مردم را صحیح بکنید. این وظیفه شما است، این به شما فرض است، این به هر یکی من و شما فرض است. خصوصا به طالب علمانی که امروز طالب علمی خود را یعنی به پایان رسانیده اند یا مشغول علم هستند، به آنها فرض است. و این چنین به شما وقتی که توحید را فهمیدید، هر یک فرد مسلمان به اون فرض است که عقیده مردم را صحیح بکند، توحید را نشر بکند و با شرک، به تمام نمود شرکی که امروز هست با همه اش جنگ بکند، محاربه داشته باشد. اولین وظیفه ما همین است. دومین طریقه دعوت این سبحان الله این است که تصحیح یعنی صحیح نمودن منهج و مصادری که مردم بر اون اعتماد میکنند. ما باید مصدر و منهج، راه و روش مردم را در آموختن عقیده درست بکنیم. منهج مردم را، مصادرهای مردم که اعتماد به همون مصادر در آموزش عقیده دارند باید درست و صحیح بکنیم. به مردم فهمونیم که از کجا عقیده را باید بگیرند، از کی باید عقیده را بگیرند. باید فهمونیم که عقیده از قرآن، از سنت گرفته می شود، از کتاب و سنت، از اجماع گرفته می شود، از سلف گرفته می شود، از فهم سلف گرفته می شود. ما باید اهتمام به دلیل بکنیم، به دلیل باید اطاعت بکنیم. تعصب به شخص معین یا به مذهب معین نداشته باشیم. به مردم باید این را برسانیم و این انمین بود. طریقه دعوت همین است. یعنی اولین راه باید مردم، عقیده مردم را صحیح بکنیم، توحید را نشر بکنیم، شرک را به مردم فهمونیم، به شرک بجنگیم. دوم، به مردم رسانیم که منهج و مصدری که ما باید از همونجا عقیده رو بگیریم، سرچشمه‌ای که از همونجا عقیده رو بگیریم چی باشد؟ قرآن و سنت باشد، اجماع باشد، فهم سلف امت باشد، اینو آن نباشد. و این چنین راه دیگر، راهی یعنی دعوت به سوی توحید، این نشر کردن همه این چیزهایی که پیش گذشته است، اظهار کردن حق است. ببینید این راه سوم یعنی اظهار کردن حق، ظاهر کردن حق، براءت نمودن از کفار و از طاغوت تا که صفها تازه باشد. مسلمان حقیقی از مسلمان دروغین و منافقی که خودش را مسلمان میگه تا که تازه شود. ما باید حق را آشکار بکنیم، توحید را آشکار بکنیم، براءت و بیزاری را از مشرکین آشکار بکنیم، کفر بر طاغوت را آشکار بکنیم. و منهج دیگر بعد از این است که و در همین را باید صبر داشته باشیم و دعوتمون البته به مقدار قدرت و توانایی استطاعتمون باشد. ما باید صبر بکنیم. علما میگویند انسان وقتی که حرکت کرد، کوشش کرد و بعد از این صبر کرد، با صبر ثمره به وجود می آید. انسان به چیزی کم هم صبر بکند، آهسته آهسته این دعوتی کمی شما البته ثمره می دهد، میوه می دهد، از خود فایده های بزرگی را به وجود می آورد. هیچگاه در رسانیدن دعوت شما ناصبری نکنید، صبر بکنید. آهسته آهسته دعوت به پیش می رود. آهسته آهسته توحید زنده می گردد. توحید در یک روز و دو روز نه، ما باید سالها باید کوشش بکنیم، سالها باید صبر بکنیم تا که توحید آشکار گردد. و بعد از این باید نصرت بدهیم. یکی از راه دعوت توحید همین است،
دعوت نمودن به سوی توحید این چنین نصرت دادن توحید است. ای کسانی که شما به زبان دعوت کرده نمی توانید، به جسمتان، به روحتان، به پول و مالتان باید توحید را نصرت بدهید. زمانی که دین از شما نصرت خواست، زمانی که توحید از شما نصرت خواست، باید بیدار باشید، توحید را نصرت بدهید به دستان خود، به این چنین به گفتار خود، به عمل خود، به پول و مال خود، به روح و جسم این جان خود. و از این نصرتی که شما توحید را میکنید هدف دنیوی نداشته باشید، هدف کرسی، هدف شهرتمند شدن، هدف های دنیوی ما نداشته. ما حزبی نیستیم که از هر یک عملمون هدف دنیوی خواهیم. نه والله، هدفتون تنها قصدتان الله باشد، قصدتان بزرگی الله باشد، دوستداری الله باشد، ترس الله باشد، امید از الله باشد. و زمانی که لازم شد، استطاعت شد، البته به خاطر توحید جهاد نمودن، به خاطر توحید ثابت قدم در جهاد بودن. انمین است دعوت به سوی توحید. بارک الله فیکم. پس این آیت البته عموم است. الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که ای محمد بگو که ادعو الی الله. اولا هذه سبیلی، این راهی من است. راهی پیامبر کدوم راه بود؟ راهی پیامبر توحید بود. منهج پیامبر، برنامه های پیامبر چی بود؟ منهج پیامبر توحید، برنامه‌شان زنده کردن توحید بود. به همین خاطر همیشه صحابگانشان را از توحید تعلیم میدادند و از شرک برحذر می‌داشتند، بیم می‌دادند. ادعو الی الله، به سوی الله دعوت میکنند. به سوی الله دعوت کردن البته عموم است، اما در اینجا خاص بخصوص در این بابی که ما سخن میکنیم توحید است. پس اولین چیزی که ما باید دعوت میکنیم این چی باشد؟ توحید باشد. و چگونه ما دعوت کردن را به شما بیان نمودیم. و این چنین شیخ محمد ابن عبدالوهاب و علمای زیاد تنبیه میدهند بر اخلاص، یعنی بر اخلاص خودت آگاه باش. ای کسی که به سوی الله دعوت میکنی، ای کسی که به سوی توحید دعوت میکنی، همیشه به اخلاص خودت آگاه باش. اخلاص خودت را نظر کن، نیتت را نو کن، روز به روز نیت خودت را نو بکن. به ناگاه نشود که به سوی غیر الله دعوت بکنی. چرا که امروز بسیاری از مردم اگر دعوت کند، اگر دعوت چی باشد، اگر دعوت به سوی حق بکند، پس او دعوت به سوی نفسش میکند. شیخ محمد بن عبدالوهاب میگن بله، امروز بعضی کسا رو میبینید که دعوت به سوی توحید میکند، در آخرش میبینید که دعوت به سوی حزبش میکند، تو را به واسطه حق به باطل میکشاند. حزبگرا است، خودش در حزب دموکراتی هست، در گروه 24 است، مثلا دعوت به سوی توحید میکند. اول براءت از این حزبت کن، چرا که اصل این حزبت شرک است. دعوت به سوی توحید میکند، دعوت به سوی شریعت اسلام میکند، میبینی که در حزب دموکراتی، حزب نهضت است، نهضت اسلامی خودش رو گذاشته است. دعوت به سوی توحید میکند، میبینید که خودش صوفی است، توحید رو دیگر چیز معنا میدهد، غلط میفهمد. پس بارک الله فیکم، همیشه وقتی که به سوی الله دعوت میکنی به اخلاصت بنگر. دعوت به سوی توحید میکند، از اهل توحید باش، این باش و آن باش، نظر میکنی که اون دعوت به سوی جماعتش میکند مدخلی هست. مدخلی ها به واسطه حق، به واسطه توحید تو را به جماعتش میکشد. یعنی شعار توحید را بالا میبرد، اما توحید حقیقی را به تو نمیگوید، براءت از مشرکین را نمیگوید، کفر بالطاغوت را نمیگوید، مسئله شکننده های اسلام را نمیگوید. سبحان الله، به واسطه حق، به واسطه توحید، به واسطه دعوت نمودن به سوی توحید،
تو را به سوی جماعتش میکشد. نه والله، تو به سوی توحید دعوت بکن. تو دعوتگر خالصا لله باش. اخلاص خودت را همیشه نگه بدار که دعوتت به ناگاه به سوی غیر الله نباشد، به سوی نفست نباشد، به سوی شهرت نباشد. این دومین قاعده بزرگترین از قاعده هایی است که تو را در دعوت کمک میکند و این اخلاص در دعوت است. دعوت به سوی الله میکنی، نه به سوی حزب، نه به سوی یک جمعیت گروهی، نه به سوی یک سبحان الله مؤسسه، نه به سوی دولت، نه به سوی ملت، نه به سوی قوم، سبحان الله، نه به سوی یک قبیله، نه به سوی جنس یک ملت، بلکه تو دعوتت به سوی الله است. تنها به سوی الله، پاک از همه چیز. سبحان الله. بله، امروز این موضوع عصر حاضر است. این موضوع زمانه ما است. امروز بسیارند دعوتگرانی که به سوی غیر الله دعوت میکنند. پس در دعوتت باید تو بصیره داشته باشی، در دعوت علم داشته باش. خیلی که شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب تیسیر و اینچون عبدالرحمن ابن حسن در کتاب فتح، یعنی فتح المجید، و اینچون شیخ حمد ابن عتیق در کتاب ابطال التندید میگن که بصیره معناش علم است، یقین است. یعنی علی بصیرتین، یعنی من به سوی الله دعوت میکنم، من به سوی توحید دعوت میکنم. با چی؟ با علم، با یقین، با برهان و حجت و دلیل. جاهلانه دعوتگر نباش. دعوتگر به سوی توحید باش، دعوتگر به سوی الله باش، اما علم داشته باش، یقین داشته باش، برهان داشته باش، دلیل و حجت داشته باش. ضعیف و بی علم نباش. پس تو باید علم داشته باشه. البته علم دو نمود است: علم المطلق و مطلق العلم. علم المطلق این یعنی علما و مجتهد گشتن است، یعنی به نهایت عالم بزرگ شدن. این علم مطلق است که من و شما نداریم، این رو علمای مجتهدین دارند. اما مطلق العلم که به همه من و شما دانستنش فرض است، هم بر هر یک مرد مسلمان، به هر یک فرد زن مسلمان که دانستنش این علم مطلق فرض است. این چگونه علم است؟ علم عقیده، علم توحید، شناخت الله، شناخت دین، شناخت رسول، لا اله الا الله، رکنهایش، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، رکنهایش، معنیش، فهمش، قصدش، رکنهایش، شرطهایش، کفر بالطاغوت، الولاء والبراء، که این همه از اصول دین است. آموختن توحید یکمین اصول دین، آموختن شرک و ترک شرک اصول دین، الولاء والبراء فهمیدنش اصول دین، کفر بالطاغوت آموختنش و فهمیدنش اصول دین. سبحان الله. انسان باید از این علم، هر یک مسلمان باید باخبر باشد. تو باخبر باش، ملا نباش. اگر ملا شده نتوانستی گفتی مردم بگویم شیخ، عالم، علامه شده نتوانی، تو مسلمان باش. مسلمان شدن تو با همین است که توحید را بیاموزی، شرک را بیاموزی و ترک بکنی و بشناسی، الولاء والبراء را بیاموزی و عمل بکنی، کفر بالطاغوت را بیاموزی، تا که اسلامت زنده باشد. و بعد از این که این همه را شناختی و مؤمن و مسلمان موحد شدی، مردم را با علم، با همین علم آموخته‌ات، مردم را به سوی توحید، به سوی الله دعوت بکن. سبحان الله. پس این است معنای بصیره. این است که علم، خرد، حجت، دلیل، فهم، ادراک. بارک الله فیکم. پس اینچنین در این زمان علمای اهل سنت و دعوتگران اهل سنت باید بصیره داشته باشند. بصیره یعنی علم. در کدام مسئله؟ بخصوص در مسئله بازی های سیاسی که امروز وجود دارد. در فتوا دادن باید احتیاط باشند
بصیرت داشته باشند. امروز ببینید چقدر انسان‌هایی است که خودش را عالم می‌داند، یک دعوتگر است، طالب علم‌ها، مفتی‌ها از سبب نشناختن کفار، نشناختن مرتدین و منافقین بازیچه دست اونها شدند. پس ما باید طالب علمان و علمای اهل سنت و الجماعت بصیره از این بازی‌های کفار، بازی‌های سیاسی اونها باشیم و در حالت فتوا دادن همین چیز را به انابت گرفته فتوا بدهیم. هیچگاه بازیچه دست کفار نباشیم، بازیچه سیاسی دست اونها نباشیم، به خاطر مصلحه های سیاسی اونها، به خاطر فایده های اونها، مصالح دنیوی سیاسی حاکم نظام کفری، نظام عالمی، نظام کفری حزبی، به خاطر مصلحه اونها هیچگاه فتوا ندیم. نه به خاطر حزب، نه به خاطر جمعیت، نه به خاطر حاکم، نه به خاطر حکومت دولت، نه به خاطر نظام، نه به خاطر چیزی دیگری، به خاطر کفار مبتدع یا که مرتد و منافق یا کفار اصلی هیچگاه به خاطر اونها فتوا ندهیم، یا به خاطر یا به ضد موحدین، ضد مجاهدین به این چیزها فتوا ندهیم. انمین است بصیرت علما و طالب علم. علما و طالب علم اهل سنت و الجماعت همیشه فتوایش باید با حجت و با برهان و دلیل با علم باشد و دعوتش به سوی الله سبحانه و تعالی باشد. بارک الله فیکم. پس با همین امروز این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله سبحانه و تعالی در روز آینده باقی مانده از مسائلی که در شرح این آیت هست